من به شما نشان میدهم که چی کار کنین پولدار بشوین. این رو الله میگوید، من نمیگویم. سوره طلاق را مطالعه بکنین. الله میفرماید کسی که از خدا بترسد، کسی که تقوای الهی را پیشه بکند، کسی که در تمام زندگی خود با الله باشد، خوابش با الله، بیداریش با الله، باز کردن دکانش با الله، بسم الله الرحمن الرحیم دکان را باز بکند و از خدا بخواهد خدایا به توکل تو آمدم، دست من را خالی بر نگردان، خدایا به توکل تو آمدم، حرام نمیخورم. الله میفرماید کسی که از خدا بترسد، خدا از هر مشکل رای بیرون رفته به اون پیدا میکند و از جایی به او روزی میدهد که گمان نکند. کسی که به الله توکل میکند الله برایش کافی است. این داستان رو گوش کن. کسی که از خدا بترسد الله اون را ثروتمند میگرداند. کسی که از الله بترسد، شاید بگوی از آسمان پول میرزد. بله، از آسمان برات پول میرزاند، ولی به یک نحو دیگری، به یک نحو دیگر از آسمان به تو پول میرزاند. همون داستان رو شنیدی، داستان مردی که دامن خود را پر از گندم کرده بود، گفته بودم به شما. بعد امام ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفه هست. این شخصیت بزرگوار چقدر تقوا داشت، چقدر این برای به دست آوردن دل جوان، برای اینکه یک جوان بیدار شود، برای اینکه یک جوان از خدا بترسد، حضرت امام تا جان خود هزینه میکرد، تمام مال و ثروت خود را هزینه میکرد تا جوان را پیدا بکند که بعد از خودش دعوت دین را پیش ببرد، جوان را پیدا کند. این مهم نیست که فرزند من باشد، این مهم نیست. به دعوتگران همه امت فرزند است، به دعوتگران همه جوانان فرزندشان هستند، به دعوتگران پیر همه جوانان فرزندشان هست، به دعوتگران جوان همه جوانان برادرشان هست. ما آرزو دارم که بعد از وفات و شهادت من این منبر بیدار ماند، جوانان بیاین به این منبر بنشینند و این منبر آوازش خاموش نشود. حضرت امام این را فکر میکرد. امام ابو یوسف میآید پیش حضرت امام، در درس حلقه درس امام می نشیند. بعد از چند روز امام ابو یوسف از حلقه درس دور شد، دیده نشد. امام پرسید که امام ابو یوسف کجاست؟ یعقوب است اسمش. یعقوب کجا هست؟ گفتن که مشکل دارد، مادر فقیر دارد، در خانه چیز ندارد. مادرش گفته از این علم چه ساخته، از این مدرسه چه ساخته، ما گرسنه هستی، بیا فرزند من برو پول به دست بیار که شکم من سیر شود. من مادر پیر تو هستم، به درس امام چی به دست می آوری؟ امروز هستن خیلی مادرها که گپ میزنن، خیلی مادرها هستن، خیلی پدرها هستن. اگر ملا شدی چی میشی؟ اگر ملا شدی چی میشی؟ اگر ملا شد شهید میشه. حیات الدین صاحبی، ایاز نیازی، هزارها عالم. امام ابو حنیفه بچه یک نانوای است. امروز از هیچ پادشاهی در دنیا کس حرف نمیزند، از ثروتمندان دنیا مانسا موسی را هیچ کس نمیشناسد، در حال کوی اطلاع داشت. بیل گیتس 100 میلیارد دلار داشت و صدها اینها دارن، فعلا ثروتمندانی هستن که همه به اونها لعنت میفرستن. ولی وقتی به امام ابو حنیفه میگوییم رحمت الله علیه، 1300 سال است که امام حرف برای گفتن دارد، نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. عزیز من، اونهایی که عالم شدن، اونهایی که عالم ربانی شدن، عالم مخلص شدن، به خدا هم عزت پدر در دنیا هستن، هم عزت مادر در دنیا هستن، هم عزت پدر و مادر در سرای آخرت هستن. میلیونها مسلمان امروز دعا میکند در حق علمای دعوتگر، خدا پدر مادر تو را ببخشد. از این که دیگه مقام بلند هست، عزت رم عالم پیدا می کند، محبوبیت رم عالم پیدا می کند. نگو عزیز من جوان عزیز به تو میگویم که این کلام را نزن. میگم که اگر عالم شدی، قاری شدی، چی میشه؟ مؤذن مسجد. از این که دیگر نام بزرگ است که تو مؤذن اسلام شوی، مردم را به سمت اسلام فرا بخوانی. بلال مؤذن اسلام است، عالم می شود. امام مسجد، رسول خدا امام مسجد بود، ابو بکر صدیق امام مسجد بود، عمر فاروق امام مسجد بود، عثمان غنی امام مسجد بود، علی رضی الله تعالی عنه امام مسجد بود.
امام ابو حنیفه امام مسجد بود، اینها همه امامان مسجد بودند. اینهایی که فعلا عزت ما هستند. امروز ما افتخار میکنیم به وجود عمر، افتخار میکنیم به وجود ابوبکر. اینها امامای مسجد بودند، علم حاصل کردند. بعد حضرت امام ابو یوسف را فراخواند، برایش گفت که اگر تو بروی در بازار کار کنی در یک روز چه اندازه کار میکنی؟ امام ابو یوسف فرمود که اگر من بروم در بازار کار بکنم شاید به پول ما 400 افغانی کار میکنم. فرض بکن 400 افغانی. حضرت امام فرمود هر روز آخر روز 400 افغانی از من بگیر، بیا در حلقه درس من بنشین. امام است، بیا در حلقه درس من بنشین، 400 افغانی به تو میدهم، هم درس بخوان هم پول ببر. امام ابو یوسف آمد در حلقه درس امام می نشست، آخر روز 400 افغانی ها 400 درهم 200 درهمی که بود همراه خود می بود. مادرش هم خیلی خوشحال شده بود، همیشه دعا میکرد. روز از روزها امام ابو یوسف رفت داخل حمام. خوب گوش کن عزیز من، اینجا خیلی جالب و شیرین است. داخل حمام رفت، وقتی از حمام بیرون میشد حمامچی برایش گفت که پول حمام بده. ابو یوسف فرمود که من پول ندارم، در جای ای که من پول حمام را ندارم به تو یک حدیث یاد میدهم. و تو چی یاد میدهم؟ یک حدیث. اگر جیب من غریب هست علم من غنیست، من علم دارم، من به تو یک حدیث میآموزم. حمامچی گفت حدیث از خودت باشه. تو چند سطل آب مصرف کردی، چند سطل آب مصرف که پول کار دارد، نه حدیث. هستن امروز کسانی که میگن حدیث چی میکنی بانو طرف. نعوذ بالله من ذلک. گفت که اگر حدیث نمیخوای من چند تا مسئله فقهی نماز به تو یاد میدم که تو بلد نیستی. گفت که من مسائل نمازم کار ندارم، مسائل فقهم کار ندارم، پول بده. پول. به سختی حضرت امام از حمام بیرون شد، پول آورد به حمامچی داد، رفت به سراغ حضرت امام ابو حنیفه. به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمود ای امام، من آمدم در حلقه درس تو نشستم، تا این گفتی که این علم شرف و عزت میدهد، من داخل حمام شدم، این علم من حتی نتوانست که همون حمامی که من کردم جایگاه همون پول حمام من را بگیرم. کجا هست این شرف؟ حضرت امام لبخند زد. بعد یک دانه بکس در کنار حضرت امام بود، امام بکس بلند کرد، یک دانه تسبیح از داخل همین بکس کشید، به حضرت امام ابو یوسف داد، گفت این را بگیر برو به بازار، این بازاری که برات میگم، دمی بازار برو، این را قیمت گذاری بکن ولی نفروش، ببین که آخرین قیمت چند میخره. وقت ابو یوسف رفت داخل بازار تسبیح را نشان میداد، کسی گفت 1 درهم، کسی گفت 2 درهم، آخرش گفت 4 درهم میخره. تمام تا نصف روز این بازار دور داد، کسی از 4 درهم بیشتر بهش نکرد. پیش حضرت امام آمد، گفتن ای بزرگوار این تسبیح من را 4 درهم بیع کرد، از این بیشتر قیمت نکردن. حضرت امام فرمود او دور رسته برو، رسته زرگری ها، اوجا رفته بفروشش، قیمت بکن ولی نفروش. همین که ابو یوسف داخل بازار زرگری شد، تسبیح را نشان داد، اول نفری که این تسبیح را دید گفت 150 درهم میخرم. امام ابو یوسف تعجب کرد، 4 درهم 150 درهم چقدر متفاوت هست. در نفر دوم گفت 200 درهم میخرم، نفر سوم گفت 200 درهم میخرم. ابو یوسف شوکه شده بود، دوباره برگشت به سمت حضرت امام گفت 250 درهم، اصلا در گمان شما نیست. امام ابو حنیفه لبخند زد، گفت ابو یوسف من این تسبیح را برای درس تو دادم، برای درس تو دادم. اونهایی که با بازار اول برده بود اونها دانشناس نبودن، اونها مردان بودن که از علم، از دانش، از فن این موره خبر نداشتن که چقدر ارزش دارد. ولی اون بازار دوم بازار زرگری ها بود. در همون ابتدای ورود تو در اون بازار اونها فهمیدن که چقدر قیمت دارد این موره ها، تا 250 درهم این را بیع کردن. ای ابو یوسف، اگر چند تا مرد ابله و احمق و بیدین و دین و آگاه تو را توهین میکند در این دنیا، تو رنجیده خاطر نشو، ارزش تو به پیش مردان است، ارزش تو به پیش دوستان خدا هست. امروز یک جوان میگه من ریش گذاشتم به من خیلی توهین شد. کی به تو توهین کرده؟ کسی که به الله توهین میکنه. کی به تو توهین کرده؟ کسی که به نبی توهین میکنه. کی توهین کرده؟ 5-6 تا ملحد بیدین، او کسی که از دین اطلاع نداره، و الا اون کسی که میداند
سنت رسول خدا چه جایگاهی دارد. اگر امروز یک مؤذن، یک حافظ قرآن، یک عالم، امام مسجد میگه به من توهین میشود، نگران نشود. کسی به او توهین کرده که قدر نمیداند، کسی به اون توهین کرده که خود را نمیشناسد. و الا اگر مسلمان که مسلمان از خود را بشناسد، هرگز در کمند علما نوشته نمیکنه لعنت به تو. این ما را درد نمیده. افسوس ما، درد ما به حال همون جوان است. و خدا دل ما به حال همون جوان میسوزد که روز قیامت چه جواب میگوید. با ما درد نمیرساند. با پیامبر محبوب ما میگفتن دیوانه، نعوذ بالله، شاعر، کاهن، جادوگر. به نبی علیه السلام ابو جهل همین القاب را میزد که امروز راحت جوان در کمند علما نوشته میکند تو جهنمی هستی، لعنت به تو فلان هستی، تو شیطان هستی، تو ابلیس هستی، تو هزار تو القاب به علما میزنن. تو نگران نشو. ایره کسی گفته که او ارزش نمیداند، ایره کسی گفته که او از دین به اطلاع است، ایره کسی گفته که خود را نمیشناسد، ایره کسی گفته که خورد و خوابش مثل حیوان است، ایره کسی گفته که با چهره محبوب دلها رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم آشنا نیست. تو با عالم توهین نمی کنی. این عزیزایی که جا هستن، او عزیزایی که ما رو دنبال میکنن، صحبت علما میشون، اونها با علما توهین نمی کنن. 5-6 تا بیدینی هست که به علما توهین میکنه. من دعا میکنم خداوند همونها رو هم هدایت نصیب بگردانه. بعد امام ابو یوسف در حلقه دست حضرت امام نشست. وقتی که حضرت امام میخواست، وقتی مرگش فرا رسید از دنیا میرفت، به ابو یوسف یک نصیحت میکنه. به ابو یوسف رحمت الله علیه فرمود ای ابو یوسف، اگر این دنبال درس را تعقیب بکنی، اگر این مدرسه را رها نکنی، اگر این علم دین را بیاموزی، ای ابو یوسف، روز خواهد رسید که در ظرفهای فیروزه‌ای فالوزج میخوری. در ظرفهای فیروزه‌ای فالوزج میخوری که این ظرف شاهان و پادشاهان بود. فالوزج هم غذایی است که فقط شاهان میخورن، اونهایی که خیلی غنی بودن میخوردن. گفت اگر این مدرسه را ترک نکردی، خدا به چنان جایگاهی تو را برساند که در ظرفهای فیروزه‌ای فالوزج بخوری. حضرت امام ابو یوسف بعد از این که به نبوغ علمی رسید، قاضی القضات مسلمین در کل جهان شد. در دارالخلافه، جایی که حکومت هارون رشید بود، هارون رشید این را قاضی القضات قرار داد، یعنی حاکم، سرپرست تمام قاضی ها. روز از روزها هارون رشید شب با زن خود دعوایی کرد. به زنش گفت اگر امشب از سرزمین من بیرون نروی، اگر از سرزمین من بیرون نروی تو طلاق باش. زبیده همسر هارون رشید زن پارسا و عابده بود. بسیار نگران شد که هارون رشید مرا طلاق کرده. به هر سمت رفت، دنبال هر عالم رفت، مشکلش حل نشد. هر عالم میگفت که اگر امشب از سرزمین هارون رشید تو بیرون نشوی تو طلاق میشی. در حالی که سرزمین هارون رشید از شرق به چین رسیده بود، از غرب در پاریس فرانسه، از غرب در پاریس فرانسه رسیده بود. امکان نداشت یک ماه را با اسب تیزرو میتونست که بیرون بشود. طیاره که نبود به زمان. وقت آمد به امام ابو یوسف، به امام ابو یوسف گفت دست من دامن تو امروز مشکل ما رو حل بکنه. امام ابو یوسف رحمت الله علیه یک تبسم کرد به زبیده، گفت اشکال نداره، من امشب تو را از سرزمین هارون رشید بیرون میکنم. این شاگرد امام است دیگه، شاگرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. گفت برو داخل مسجد جامع شهر شب بخواب. آمد زبیده داخل مسجد جامع شهر خوابید. صبح وقت در دربار آمد، هارون رشید به خود میپیچید که مبادا زبیده طلاق شده باشد. علما را فراخوان، هر عالمی میگفت که بله نتوانست از سرزمین تو بیرون شود، طلاق شده است. تا از قاضی ابو یوسف پرسان کرد که تو چی فتوا میدی؟ گفت امشب زبیده از سرزمین تو بیرون شده بود، طلاق واقع نشده است. گفتن چطور؟ گفت به خاطر داخل مسجد جامع شهر شب خوابیده بود. الله در قرآن میگه ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مسجد از آن خداست، این مسجد خانه الله است، به هیچ کس تعلق نمیگیرد. در سرزمین و قلمرو و مال هیچ کسی نیست، فقط مال الله است. گفت امشب در سرزمین الله زبیده زندگی کرده بود. کل سرزمین ها از الله است، ولی این مسجد دیگر خیلی خاص است. گفت از سرزمین تو، از قلمرو تو بیرون شده بود.
چون حکم تو داخل مسجد نیست، این خانه الله است. تو هم که بروی با یک رعیت برابر در صف باید استاده بشوی. این شاگرد همین مرد بزرگوار بود. بعد از اینکه زبیده این فتوا را شنید، 2 ظرف از فیروزه گرفت، داخلش فالوزج ریخت، روان کرد به حضرت امام ابو یوسف. وقتی به نزد امام ابو یوسف آمد، امام ابو یوسف وقتی به طرف این ظرفهای فیروزه‌ای نگاه کرد، اشکها از چشمش جاری شد. سخن امام ابو حنیفه یادش آمد. تکبیر! که ای ابو یوسف، اگر خدمت دین الله کردی، از چنان عزت و جایگاهی برخوردار شوی که در ظرفهای فیروزه‌ای فالوزج تناول بکنی. عزیز من، علم عزت میدهد، علم شرف میدهد. امروز علم است که شما اینجا جمع شدید، به برکت علم است که شما از راههای دور میایید اینجا. عزیز من، نگو که این کس را حقیر میکند. علم هر دره که سر بزند، به هر دل که جای بگیرد، اون دل را عزیز میکند، اون دل را عزیز میکند. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، بیا که از طاعت و عبادتش به تو بگویم. حضرت امام ابو حنیفه 55 حج کرده. چند تا؟ 55 حج. همین امامی که ما سنگ تقلیدش را به سینه میزنیم 7000 مرتبه ختم قرآن کرده. یک بار خوب الله اکبر. 7000 مرتبه. میدانی؟ 7000 مرتبه. اگر سال 2 تا ختم بکنی، 100 سال عمر بکنی، چند ختم میشه؟ 200 ختم. امام ابو حنیفه 7000 ختم کرده. سن امامم بوده 70 سال. این بزرگوار چقدر از الله میترسید. در یک ماه مبارک رمضان امام الذهبی می آورد در سیر و اعلام النبلا، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در یک ماه مبارک رمضان 60 مرتبه قرآن را ختم میکرد. یک بار بگو الله اکبر. 30 مرتبه در روز، 30 مرتبه در شب. امام الذهبی، جلال الدین سیوطی، ابن حجر هیثمی در کتابهای خودشان می آورد که حضرت امام ابو حنیفه در یک رکعت نماز کل قرآن را ختم میکرد. کل قرآن را در یک رکعت نماز ختم میکرد. شب از شبها همون آیه را که در آغاز خدمت شما تلاوت کردم، شب از شبها این آیه را حضرت امام میخواند. بسم الله الرحمن الرحیم بل الساعة موعدهم والساعة ادهى و امر. مجرمان و ظالمان و فاسقان روز قیامت خواهد دانستن، یعنی میعادگاهشان، وعدگاه مجرمان و فاسقان و ظالمان روز قیامت است. روز قیامت می آید. بل الساعة موعدهم و الساعة ادهى و امر. الله می فرماید روز قیامت روز بسیار سخت و روز بسیار تلخ است. ان المجرمین فی ضلال و سعر. مجرمان یقینا در گمراهی و نادانی هستند که روز قیامت چه روز سختی است. این آیه را حضرت امام خان از اول شب که گریه کرد تا اینکه مؤذن اذان نماز صبح زد. سر نماز بود. این آیه را تکرارا میخوان. در نماز نفل تکرار یک آیه گنجایش دارد. تکرارا این آیه را میخوان و گریه میکرد تا وقت نماز صبح که مؤذن اذان گفت، امام این آیه را در نماز میخواند و گریه میکرد. آنقدر گریه امام بلند میشد که همسایه ها گهگاه خوابشان نمی برد. از گریه امام از داخل خانه امام گریه بیرون می شد. حتی اون همسایه ها رحم و ترحم به امام می کردن که چقدر گریه می کنن. وقتی به امام نگاه می کردین، وقتی به چهره امام نگاه می کردین، هر کسی که به امام نگاه می کرد، جلال الدین سیوطی نوشته می کند از چشمای امام و از رخسار امام می دانست که این مرد شبها به گریه سپری می کند. یک روز امام ابو یوسف رحمت الله علیه میگه با امام ابو حنیفه سیر اعلام النبلا می آورد. جای می رفتیم دیدیم که 2 تا مرد با هم صحبت میکردن. ما از پیششان میگذشتیم. یکی به دیگرش میگفت اینی مرد میبینی؟ به امام ابو حنیفه اشاره میکرد. اینی مرد میبینی؟ از سر شب تا به صبح نماز میخوانه، 500 رکعت نماز میخوانه. وقتی این سخن را امام ابو حنیفه شنید، یک آه سرد از نهاد امام بیرون شد که ای امام تو چگونه خیانت میکنی به گمان مردم؟ مردم فکر میکنن که تو تمام شبها نماز میخوانی در حالی که تو تمام شبها میخوابی. بعد از اون روز عبدالله ابن مبارک میفرماید امام ابو حنیفه 40 سال
با وضوی خفتن نماز صبح خوانده است. این از سیر اعلام النبلا امام ذهبی می آورد، این ابن حجر هیثمی می آورد، این تاریخ بغداد خطیب بغدادی می آورد، جلال الدین سیوطی در تبریز و صحیفه می آورد، اقامت الحجه علی ان الاکثار التعبد لیس ببدعه علامه عبدالحی لکنوی می آورد. امروز کوردلان هستن وقتی که این سخن را میشنوند که 40 سال امام با وضوی صبح با وضوی خفتن نماز صبح را خوانده، چطور ممکن است؟ ممکن است اگر تقوای الهی به اینجا آمد. 309 سال اصحاب کف داخل غار میخوابند، اون را قبول داری؟ بله که قرآن گفته قبول داری. پس وقتی که اون را قبول داری، امام ابو حنیفه هم ولی بود، اصحاب کف هم ولی بودن. وقتی اللهی که به اصحاب کف این توانایی را داده که 309 سال میخوابند، به امام ابو حنیفه هم این توانایی را داده که 40 سال به وضوی خفتن نماز صبح بخواند. این امام است. عزیز من قیاس نکنیم به خود ما. مسعر ابن کدام میگوید من شب از شبها داخل مسجد آمدم، دیدم که امام ابو حنیفه با لباس بسیار سفید و جدید و پاکی که عطر هم زده بود داخل مسجد شد، مرا ندید. میگه من رفتم به پشت یک ستون پنهان شدم. حضرت امام شروع کرد به نماز. بعد از این که نماز خوانده شد، من گفتم که شاید در رکعت اول یک پاره بخواند. میگه شروع کرد، پاره اول خلاص شد، پاره دوم شروع کرد، سوم شروع کرد، 7 پاره خواند. من گفتم شاید دیگر تمام بشود، سجده بکند، رکوع بکند، اما امام ادامه داد تا اینکه 15 رسید. من گفتم شاید رکوع بکند، اما دیدم که کل قرآن را به یک رکعت نماز خواند. کل قرآن را به یک رکعت نماز حضرت امام تلاوت کرد.